در این درس درباره دیسکریمینانت ها گام دیسکریمینانت چی است فرمولی کوالیتی اگر به خاطر داشته باشیم در اینجای سکونجه که این دیسکریمینانت است ما چی داشتیم b kvadrat minus 4ac همین دیسکریمینانت است ما امروز در این درس وقتی ما مدل کوالیتی میبریم معلومات درباره ریشه ها گرفتن میخوایم ریشه ها رو یافتن معلومات فقط تیز مثال میبینیم که مدل کوالیتی ریشه دارد یا نه اگر داشته باشه چه ریشه ها دارد و برای همین با ما دیسکریمینانت یاری میکند دیسکریمینانت ما چی است b kvadrat minus 4ac وقتی ما اینو کار میکنیم همین عدد که جواب میبرد با ما معلومات میده درباره ریشه ها چه معلومات داشته ممکن سه نمودی معلومات داشته ممکن اگر دیسکریمینانت از 0 کلان باشد اگر یک عدد مثبت باشد با غیر از 0 یعنی از 0 کلان ریشه های ما هر دوش گوناگون میشد ریشه یک از ریشه دو ریشه گوناگونی ریالی دارد اگر دیسکریمینانت ما با 0 برابر باشد اگر 0 شود ریشه چی میشد هر دو ریشه حرفی میشد اگر دیسکریمینانت باشه ریشه ها با یکدیگر برابر میشن که با آسانی دیده میتونیم اگر هر دو این 0 شود همینجا اگر فکر کنید 0 شود این هم 0 شود ما فقط با هر دو ریشه مینوس b تقسیم 2 میداریم یعنی مینوس b تقسیم 2 میشد برای هر دوشان که هر دوش برابر میشد که در اینجا هم گفته میتونیم که هر دو ریشه برابر هستین در کدام حالت شدنش ممکن مثلا شما مدل کوالیتی داشته باشین کدام x kvadrat minus 4x جمع 4 برابر 0 در اینجا در اصل اگر ما با قوس جدا کنیم این x minus 2 در کدام برابر 0 در اینجا ریشه یک تا است که هر دوشون برابر با یکدیگر برابر x برابر 2 یعنی ما این رو با x minus 2 x minus 2 نوشته میتونیم برابر 0 که در اینجا هر دو ریشه با یکدیگر برابر این حالت ها هستند سوم حالت چی است اگر دیسکریمینانت ما از 0 خود باشد وقتی مینوس یافتیم می عدد را دیسکریمینانت را ریشه ریالی نداریم ریشه ریالی نداریم یعنی خیلی عددهایی که ما برای صنف‌های تا 11 میخونیم خیلی عددها نیست وقتی شما یونیورسیتی میریم بعد میبینیم که این خیلی ریشه ها هست خیلی بیاین چند مثال رو بینیم مثلا دو مدل کوالیتی است سوال همین است که معلومات دیگه درباره ریشه ها رو نیابیم چیکار میکنیم البته که دیسکریمینانت رو میابیم دیسکریمینانت در اینجا چی است b مو مینوس 2 است یعنی مینوس 2 در کوادرات مینوس 4 ضرب i مو این 2 است ضرب 2 c مو 3 ضرب 3 و میبینیم چه عدد است میبینیم که 4 مینوس چند مینوس 24 از اینجا میبینیم مینوس 20 دیسکریمینانت ما از 9 خورد و اینجا میبینیم که این مدل کوالیتی ریشه ریالی ندارد ریشه عددهای ریالی ندارد کتاک ریالی ندارد نویسم ندارد چون که دیسکریمینانت از 9 خورد است دیگه مثال رو میبینیم دیسکریمینانت رو میبینیم b مو مینوس 4 است مینوس 4 در کوادرات مینوس 4 ضرب 3 ضرب مینوس 2 و این رو میبینیم این به چی برابر میشد 16 مینوس مینوس پلس میشه 8 24 جمع 24 و از اینجا میبینیم که این برابری 40 است و اینجا معلومات میدونیم که دو ریشه داریم دیسکریمینانت ما از 0 کلان است و در اینجا دو ریشه گوناگون داریم که با یکدیگر برابر نیستند اکنون این البته که خیلی نمودی سوال ها آسان است معلومات میدیم بعد معلومات گرفتن البته که یافتن رو انتظار است میشد از ما سوال ها آن رو کار کرده میتونم لیکن مثال سوال ها دیگر شود یک نوع معلوم در مدل داشته باشد مثلا در این نمونه سوال ها گفته میشد که جای m کدام عدد رو اگر ما مونم همین ریشه دو ریشه گوناگون دارد یا اینکه ریشه با یکدیگر برابر دارد یا اینکه عموما ریشه ریالی ندارد چه ام هاش نش ممکن بعد چیکار میکنیم این نمونه سوال ها رو با یاری دیسکریمینانت کار میکنیم برای معلومات دادن من باید اول دیسکریمینانت رو باید حساب کنم و بیاین i مو چی است یک است b مو مینوس 2 است و c مو با m برابر است بعد فرمول دیسکریمینانت رو به خاطر میبرم این b کوادرات مینوس 4ac و میبینیم دیسکریمینانت برابری b مو مینوس 2 در کوادرات مینوس 4 ضرب 1 ضرب m و این برابر اگر ساده کنیم 4 مینوس 4m اکنون بیاین حالت ها رو ببریم حالت یکم اگر دیسکریمینانت ما از 0 کلان باشد اگر همین ifade از 0 کلان باشد در کدام حالت ها این رو برای ما کار کرده میتونیم به فکرم 4m و از اینجا دیدیم 1
بعد هر طرف با 4 تقسیم m اگر از یک خورد باشد، همه عددهایی که m از یک خورد باشد شما هم وقت دو ریشه گوناگون ریالی میگیرید. دوم حالت رو میبینیم وقتی که همین دیسکریمینانت باز همینجی 4 برابر 9. اگر همین مدل اگر کار کنیم از اینجا با آسونی دیده میتونیم که m برابر 1 است. در این حالت شما گفته میدونیم وقتی که m برابر 1 است ریشه هر دوی شما با یکدیگر برابر است، یعنی ریشه برابر داره. اگر سوم حالت دیسکریمینانت شما از 9 خورد باشد، بعد اینو چیکار میکنیم؟ با هم میخوایم 9 برابری شما این کار کرده میتونین و هر دو طرف رو به 4 تقسیم 1. اگر m از یک کلم باشد در یک حالت m از یک خورد، در اینجا m اگر از یک کلم باشد شما ریشه ندارید، ریشه ریالی نیست. ریشه ریالی نیست در اینجا درست. در اینجا ما اکنون انالیز کردیم سوال رو. وقتی ما جای m همین عدد رو وقتی ما جای m از یک خورد کدام عدد هاشونش ممکن، یعنی 9 مینوس 1 مینوس 10 مینوس 20 از 5 مینوس 100 مینوس میلیارد همین عدد ها رو مونه این مدل کوادراتی هم وقت دو ریشه گوناگون داره. وقتی m 1 است هم وقت ریشه برابر هستند. وقتی m از یک کلم باشد 10 100 20 میلیون هم کدام عدد هایی که کلم از یک باشد همین عدد ها ریشه ریالی ندارد. باز کار کنیم همین رو. اکنون دیگر نمونه سوال در اینجا که m در کوفیسیانت x کوادرات است، باز همون چی میکنیم؟ دیسکریمینانت رو یافتم حرکت میکنیم b کوادرات این 3 در کوادرات مینوس 4 ضرب m ضرب 2 و دیسکریمینانت ما با چی برابر میشه؟ 9 مینوس 8 n برابر میشود. اکنون ما این رو باید انالیز کنیم در کدام حالت و برای کدام عددهای m ریشه ما هرخیله میشوند، ریشه برابر میشن یا اینکه عموما ریشه ریالی ندارد. یکم حالت رو میبینیم وقتی که دیسکریمینانت از 0 کلم، وقتی که 9 مینوس 8m از 0 کلم، وقتی که ما کار میکنیم 9 8m همچون مدل این رو منطق مدل دارد 9 تقسیم 8. وقتی که m از 9 تقسیم 8 خورد است بعد ریشه شما هر دوش گوناگون میشود. دوم حالت وقتی که دیسکریمینانت به 0 برابر است، وقتی که 9 مینوس 8m به 0 برابر می شود و از برای مدل رو باید کار کنیم 8m و 9 تقسیم 8 برابر m. وقتی که m برابر 9 تقسیم 8 ریشه شما با یکدیگر برابر می شود. سوم حالت البته باز همین چی رو میگیریم وقتی که دیسکریمینانت از 9 خورد است، 9 مینوس 8m خورد است 9 خورد 8m 9 تقسیم 8. وقتی m از 9 تقسیم 8 کلم می شود بعد شما ریشه نداره، ریشه های ریالی نداره. چرا که دیدیم منطق یکی است. وقتی شما دیسکریمینانت از روی دیسکریمینانت شما انالیز کرده میتونید در مورد مدل کوادراتی. سوال آخران مثلا در اینجا m در همه جا هست. بیاین اول بینیم کوفیسیانت x کوادرات ما چی است؟ کوفیسیانت x کوادرات این برابر m است. b ما با چی برابر است؟ این 2m جمع 1 است و c ما با چی برابر است؟ m مینوس 1 است. دیسکریمینانت رو به خاطر میبریم b کوادرات مینوس 4 c. بیاین دیسکریمینانت رو از نظر گذرانیم. دیسکریمینانت برابر 2m جمع 1 در کوادرات مینوس 4 ضرب m ضرب m مینوس 1. بیاین این فاضل رو ساده کنیم. این میشه 4m کوادرات جمع 4m جمع 1 مینوس 4m کوادرات جمع 4. چرا که میتونن این ifade ساده میشود 4m کوادرات رو یعنی اختصار میکنم و ifade آخرین ما اگر ساده شود این به چی باید 4m جمع 5. اگر همه ifade ها رو درست قوس شده باشن درست برین. اکنون از روی همین باز میرویم انالیز میکنیم. اگر دیسکریمینانت از 9 کلم باشد یعنی 4m جمع 5 از 9 کلم باشد 4m مینوس 5 و m. اگر m شما از مینوس 5 تقسیم 4 کلم باشد ریشه شما هر خیلی گوناگون دارد ریالی. دوم اگر دیسکریمینانت به 9 برابر باشد یعنی m برای یک بار نمیشه m برابر مینوس 5 تقسیم 4 می شود. باز همون چی یعنی ریشه شما با یکدیگر برابر می شود. سوم حالت وقتی دیسکریمینانت از 9 خورد باشد ریشه ریالی نیست یعنی m خیلی بنویسم یعنی اینجا m از
یک بار نویسم minus 5 تقسیم 4 خورد در اینجا کلام بود، در اینجا برعکس میشد و ریشه نیست. اگر باز یک بار دیگر جمع بست کنیم در این درس ما چیکار کردیم؟ دیسکریمینانت رو یعنی درون ریشه b کвадрат minus 4ac رو دیده وقتی ما معادله کвадрат رو میبینیم اکمام رو اگر تفتیش کنیم با ما معلومات میدهد چه نمودی ریشه ها داره. سه نمود حالت است. ریشه های ما گوناگون شده میتونند یا ریشه برابر و یا دیگر برابر شده یا عموما ریشه ریالی نداشته بودنش هم ممکن در معادله کвадрати.